اتاق تو دارم تمیز میکنم. اتاق تو رخت چرکات جوراب پارات میخوام بریزم بیرون. باشه فقط مادر جان من وسیله مهمه رو نریزی بیرون. نه بابا حواسم هست، خیالت راحت باشه بابا. این چه حرفیه؟ مراقبم. بزنم به اتاقم. این سیم چیه بیرونه؟ عجب. ای بابا مادر من اینه چرا انداختی بیرون؟ این کابل لپتاپ ازش زیاد داشتی انداختم بیرون. ازش زیاد داشتم بندازی دیگه من انداختم دیگه. صداتم بلند نکنم. یا ابوالفضل کتاب اسب سیاه من این تو چی میکنه؟ اونم ازش زیاد داشتی انداختم بیرون. خب چی کنم این همه کتاب داری؟ قرانی هرچی من زیاد داشتم تو بریزی بیرون. به من ربطی نداره، من میریزم بیرون. با من کار نداشته باشه. صداتم بیار